Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem anderen Video von Sally Lingua. Mein Name ist Hannah und ich unterrichte euch in diesem Kanal mit meinem Onkel Englisch und Deutsch. Also, توی ویدیو قبلی راجع به ضمایر شخصی و صرف فعل‌های با قاعده توی آلمانی صحبت کردیم. توی این ویدیو هم قبل از اینکه بریم سراغ صرف افعال بی قاعده میخوایم یه مروری بکنیم بر صرف فعل‌های با قاعده و همینطور با چند تا فعل جدید صرف کردنشون رو تمرین کنیم که هم فعل‌های جدیدتر یاد بگیرین هم صرف افعال با قاعده براتون مرور بشه. خب دوستان، مروری بر درس‌های جلسه قبل. ورب کنجوگاسیون regelmäßige Verben. همچنان داریم راجع به افعال با قاعده صحبت می‌کنیم. همطور که تو جلسه قبل گفتیم برای صرف افعال و همینطور صرف افعال با قاعده به یه سری پسوند نیاز داریم و هر ضمیری پسوند مختص به خودشو داره. به عنوان مثال پسوند ایش هستش، پسوند دو استه هستش و همینطور در ادامه. حالا میخوایم دو تا فعل با قاعده دیگر رو تمرین کنیم. فعل کومن به معنای اهل جایی بودن یا از جایی اومدن و همینطور فعل وونن به معنای ساکن جایی بودن، ساکن بودن. اوکی. همونطور که گفتیم میایم اولین کاری که میکنیم ان آخر فعلمون رو حذف میکنیم و ریشش رو به دست میاریم. بعد از اون میایم ریشه رو مینویسیم و پسوند رو بهش اضافه میکنیم. بذارید من همه ریشه ها رو بنویسم. خب برای اینکه بگم من اهل فلانجا هستم میگم ایش کومه، یا مثلا میخوام بگم من از فلانجا اومدم ایش کومه اوست میران، من اهل ایرانم، من از ایران اومدم. میخوام بگم تو اهل فلانجا هستی، دو کومست، اسی کومت، ایا کومت، ویا کومن و همینطور زیونزی کومن. جلسه قبل این نکته رو هم گفتم که ما 3 تا زی داریم. همونطور که میبینین یه دونه زی مؤنث داریم که معنای او مؤنث میده، یه دونه زی داریم که معنای آنها میده و یک زی هم داریم که با اس بزرگ نوشته میشه همیشه و معنای شما یا تو محترمانه میده. برای اینکه ما این زی رو تشخیص بدیم یه ترفند خیلی راحت داریم، به اسش نگاه میکنیم و هر جا دیدیم که اسش بزرگه اوکی، پس میگیم که این زی محترمانه است، شمای محترمانه یا تو محترمانه است. و اما این دوتا رو چجوری تشخیص میدیم؟ از صرفشون متوجه میشیم. اگه دیدیم با کنت اومده میفهمیم که این او مؤنثه و اگه دیدیم با کومن اومده میفهمیم که این آنها و معنی آنها داره. از این طریق میتونیم این دوتا رو تشخیص بدیم. گفتم یک مروری هم بر این نکته داشته باشیم. بریم سراغ فعل وونن. فعل وونن به معنی ساکن بودن. میخوام بگم من ساکن فلانجا هستم، ایش وونه، دو وونس، تو ساکن هستی، اسی وونت، او ساکن هست، ایا وونت، شما چند نفر ساکنین، ویا وونن، ما ساکن هستیم، زی وونن، آنها و شما محترمانه ساکن هستیم. این هم مروری بود بر صرف افعال با قاعده که جلسه پیش کار کرده بودیم. حالا بریم سراغ چند تا نکته خیلی خیلی مهم. خب یه فعلی داریم که صرف کردنش یک مقدار برای زبان آموزا چالش برانگیز هستش. فعل هایسن. فعل هایسن یعنی نام داشتن. مثلا من اگه بخوام بگم اسم من هنا هستش میگم ایش هایسه هنا، یا اگه بخوام بگم اسم شما چیه میگم وی هایسن زی. اگه بخوام بگم اسم تو چیه میگم وی هایست دو. در اینجور مواقع از فعل هایسن استفاده میکنیم. حالا چرا صرف کردنش چالش برانگیزه؟ مثل همیشه میایم انش رو بر میداریم و ریشش رو به دست میاریم. حالا بیاییم صرفش کنیم تا در طول صرف کردن بهتون دلیلش رو بگم. ریشش رو برای همه افعال می نویسم که راحت تر باشیم.
و مثل همیشه پسوند رو به انتهاش اضافه میکنیم. من نام دارم. ایش هایسته. تو نام داری. ما مگه پسوند دومون استه نبود؟ پس چرا من اینجا فقط ت گذاشتم؟ به خاطر حرف استچ. حرف استچ یا است که جفتشو میگن خودش معادل 2 تا اسه. ما نمیتونیم بیایم 3 تا اس پشت هم ردیف کنیم. به خاطر همین فقط ت رو میذاریم. میگیم دو هایست. اسی هایست. یا هایست. به خاطر همین این 3 تا پشت هم یه شکل شدن. پس این نکته رو یادتون نره که ما نمیایم اینجا وقتی که میخوایم برای دو صرفش کنیم استه بذاریم. فقط ت خالی میذاریم. و ادامهش به همون قاعده قبل ویا هایسن زیونزی هایسن. فقط توی این بخش نکته داشت. این از نکته فعل هایسن. بریم سراغ یه سری افعال دیگه که اونا هم چالش برانگیزن. مثل فعل arbeiten و همینطور فعل antworten. فعل arbeiten به معنای کار کردن و فعل antworten به معنای پاسخ دادن. در کل افعالی که توی ریشهشون به ت ختم بشن یه تغییر ریزی موقع صرف کردن دارن. خب بریم صرفش کنیم. این دوتا فعل arbeiten و antworten به خاطر اینکه توی ریشهشون به ت ختم میشن و آخر ریشهشون یه دونه ت دارن توی یه بخشهایی موقع صرف کردن تغییر میکنن. توی بخش اول شخص مفرد ایش به همون شکل قبل هستن. میخوام بگم من کار میکنم میگم ایش arbeite. میخوام بگم من پاسخ میدم میگم ایش antworte. درست مثل صرفهای قبلیمون. اما تو بخش دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد و دوم شخص جمع دچار تغییر میشن. قبل از اینکه پسوندشون رو بذاریم یه ا اضافه میکنیم برای راحتی در تلفظ. اول ا رو میذاریم و بعد پسوند همیشگیشون رو میذاریم. برای دو میگیم دو arbeitest. دو antwortest. اگه این ا نباشه تلفظمون سخت و غیر ممکن میشه. خیلی زشت خداییش. خیلی زایه است بگیم دو arbeitest. واقعا زشت به نظر میاد و زشت شنیده میشه. به خاطر همین این ا رو میذاریم که تلفظمون قشنگتر و خوش‌صداتر به نظر بیاد. میخوام بگم او کار میکنه میگم اسی arbeitet. اسی antwortet. میخوام بگم او پاسخ میده میگم اسی antwortet. و همینطور ایا arbeitet و ایا antwortet. به همین سادگی هر جا دیدین آخر ریشه فعلتون ت دارین این ا رو اضافه کنید توی این 3 بخش و در ادامه به همون شکل قبل wir arbeiten, wir antworten, sie und sie arbeiten و همینطور sie und sie antworten. امیدوارم این نکته هم به خوبی براتون جا افتاده باشه که یه وقت دچار مشکل نشید موقع صرف کردن اینجور فعل ها. خب دیگه نوبتی هم باشه میرسیم به افعال بیقاعده. اون regelmäßige Verben. اولین فعلی که انتخاب کردم تا با هم دیگه صرفش رو کار کنیم و یاد بگیریم فعل sprechen هستش. sprechen به معنای صحبت کردن و یک فعل بیقاعده است. کاری که میکنیم مثل روال قبل میایم انش رو حذف میکنیم و ریشهش رو به دست میاریم. حالا با این ریشه چی کار میکنیم؟ توی بخش اول شخص همچنان مثل قبل خود ریشه رو مینویسیم و پسوند ضمیرمون رو بهش میچسبونیم. میخوام بگم من صحبت میکنم میگم ایش spreche. اما توی دوم شخص و سوم شخص دچار تغییر میشه. این حرفمون این حرف صدادار ما تبدیل به ای میشه. از ا تغییر میکنه و به ای تبدیل میشه. میگم دو
sprichst نمیگم دو sprichst و تغییرش اینجاست، فقط توی بخش حرف صدادار ا که تبدیل میشه به ای. دو sprichst. دقیقاً به خاطر همینه که بهش میگیم بیقاعده. توی بخش بعدی، بخش سوم شخص هم میگیم es sie spricht. بذارید من با قرمز براتون بنویسم spricht. توی این بخش هم دچار تغییر شد، پس اینجا رو ستاره میزنیم. تو بخش دو دوم شخص و همینطور سوم شخص sie. در ادامه مثل روال قبل پیش میریم. ihr spricht, wir sprechen و همینطور sie und sie sprechen. پس یه نکته رو اینجا داشته باشین، در افعال بیقاعده حرف صدادار ا در ریشه عموماً به ای تبدیل میشه، گاهن به ای تبدیل میشه و همینطور حرف صدادار آ به آ اوملاوت تبدیل میشه. این یه نکته خیلی مهم برای صرف افعال بیقاعده است. حالا برای این دوتا هم مثال میزنم. برای این گزینه که مثالش رو زدیم expression، بریم مثال بعدی با فعل بعدی. فعل بعدی که میخوایم توی این مورد بررسیش کنیم فعل لیزن هستش. لیزن به معنای خواندن، مثلا کتاب خواندن، روزنامه خواندن یا متنی رو خواندن. فعل لیزن توی اون بخشایی که تغییر نمی‌کنه رو اول بنویسیم، خیال خودمون رو راحت کنیم. ایش لیزه، همونطور که می‌بینید ریشش اینه، انفه که برداریم ریشش میشه این، ایش لیزه. و همینطور ihr lässt, wir lesen و sie und sie هم lesen. هیچ تغییری نکردن توی این بخش ها. توی این دو بخشی که تغییر میکنن، دوم شخص و سوم شخص مفرد، حرف صدادار ا به ای تبدیل میشه. همونطوری که دیدیم. میخوام بگم تو میخوانی، میگم دو لیست. بخوام بگم او میخواند، میگم sie auch liest. این هم لیست. به همین راحتی. نشان با قرمز بذارم. اوکی. اینم از نمونه و مثالی برای این گزینه. حالا بریم گزینه بعدی، اونجایی که آ به آ اوملاوت تبدیل میشه. برای این بخش بریم فعل فاغن رو بررسی کنیم. فعل فاغن به معنای راندن، مثلا آتو فاغن ماشین راندن، تاکسی فاغن تاکسی راندن. خب باز هم در بخشایی که تغییر نمی کنن رو اول بنویسیم که راحت تر باشیم. ایش فاغه، کاری که اول از همه می کردیم هم دیگه نمیخواد بگم، مطمئنم همه خیلی خوب یاد گرفتن. ihr fahrt, wir fahren و همینطور sie und sie fahren. به راحتی طبق چیزایی که قبلتر گفتیم میایم این حرف صدادار آ رو به آ اوملاوت تبدیل میکنیم، یعنی میگیم دو first. تو میرانی. میخوام بگم او میراند sie fährt. فکر نمی‌کنم سوالی داشته باشین در این مورد، چون خیلی راحت بود. کل صرف افعال بیقاعده همینا بود و اگه همینا رو تمرین کنید، برید سرچ کنید، همه افعال بیقاعده رو در بیارین، میبینید که قاعده صرف کردن افعال بیقاعده همینه و به همین راحتی این حروف به این حروف تبدیل میشن و فقط باید بدونید که تو چه بخش‌هایی باید این کار رو انجام بدید.
امیدوارم صرف افعال بی‌قاعده رو هم مثل افعال با قاعده به بهترین شکل ممکن یاد گرفته باشین. حالا که صرف کردن فعل‌ها رو تو آلمانی بلدین، میتونیم تو ویدیوهای بعدی مباحث پیشرفته تری مثل ساختن جمله و سوال پرسیدن رو کار کنیم. حتما ویدیو رو برای دوستاتونم بفرستید و زنگوله رو بزنین که از ویدیوهای بعدی مطلع بشین. Mach's gut. Ciao ciao.